أبا الحسنين والنور السنية، شدا قلبي بحبك يا علي. ادعای اسمت با افعال و اقوال ائمه منافات دارد. أيا قمرا يشع تقى وهاديا، ويا أسد الجهاد الهاشمية. شیعیان ادعا می کنند که امامانشان معصومند، یعنی اینکه امام از تمامی گناهان کبیره و صغیره معصوم بوده و هیچگاه در فتوا دادن دچار گمراهی نشده و به خطا نمی رود و چیزی را فراموش نکرده و هیچ چیزی از امور دنیوی از وی پوشیده نمی ماند. این عقیده در میزان الحکمه جلد 1 صفحه 174، عقاید الامامیه صفحه 51 و بهارالانوار جلد 25 صفحه 350 و 351 ذکر شده است. ويا أسد الجهاد الهاشمية، أبا الحسنين أبا الحسنين أبا الحسنين أبا الحسنين. ما از ایشان میپرسیم: حبيب الله والمختار يا من وعاد ارسل فدا شبلا صبيا. به اتفاق تمامی تاریخ نویسان اهم از شیعه و سنی، کارهایی از ائمه سر زده که با عصمت ایشان منافات داشته و در تضاد بوده است. ألست من افتدى خير البرايا، ويوم الهجرة البطل الوفي، وتحت ظلال سيفك كم تهاوت رؤوس أشربت كفرا وغيا. به عنوان مثال، حسن ابن علی رضی الله تعالی عنه با پدرش علی رضی الله تعالی عنه در اینکه به جنگ کسانی برود که میخواهند انتقام خون عثمان را بگیرند مخالف بود. تردیدی نداریم که یکی از آن دو بزرگوار درست گفته و دیگری بر خطا بوده است و هر دو نزد شیعه امام معصومند. تداعت خیبر بالرعب لما رأت كفة الشجاعة والحمية، تدك حصونها حصنا فحصنا وتسقيها بكاسات المنية. حسین ابن علی رضی الله تعالی عنه در قضیه صلح با معاویه رضی الله تعالی عنه با برادرش حسن رضی الله تعالی عنه مخالف بود. بدون شک که یکی از آن بزرگواران کارش درست بوده و دیگری بر اشتباه بوده است و از دیدگاه شیعه هر دو امام معصومند. لکن نسب الشریف ابا تراب، فلا نسب سواك محمدی ابا الحسنین. آیا عملکرد امام حسن و امام حسین رضی الله تعالی عنهما با عصمت ائمه در تناقض نبوده است؟ ابا الحسنین ابا الحسنین والنور السنیه، شدا قلبی بحبك یا علی. أيا قمرا يشع تقى وهاديا. از علی رضی الله تعالی عنه روایت شده است که ایشان فرمودند: از گفتن حق به من یا ارائه مشورت عادلانه ابا نورزید، زیرا من از خطا و اشتباه در امان نیستم. این مطلب در کافی جلد 8 صفحه 256 و بهارالانوار جلد 27 صفحه 253 ذکر گردیده است. ويا أسد الجهاد الهاشمية، ويا أسد الجهاد الهاشمية، أبا الحسنين أبا الحسنين. آیا این فرموده امام علی رضی الله تعالی عنه مخالف با اعتقاد به عصمت ائمه نیست؟ أبا الحسنين أبا الحسنين.